خب بچه‌ها بریم جلسه بعدی دورمون رو، چون که ضبط نکرده بودم جلسه قبلی رو. یه خلاصه ریزی من سریع بگم بهتون واسه کسایی که نبودن احیانا. دوره آشنایی با ابزار هوش مصنوعی واسه اینکه بخوایم پروپوزال پایانمون رو تولید بکنیم یا بنویسیم یا بهبودش بدیم. من اومدم گفتم جلسه‌مون چهار جلسه داره این دوره، به اضافه دوره آنلاینی که قرار مقدمه بگیم واسه ای آی و هوش مصنوعی و چه جوری حالا پروپوزال پایانام بگیم. بعد لوگوها رو، مفاهیم پشت پرده جنراتیو ای آی بهتون گفتم هوش مصنوعی چیه، ماشین لرنینگ که تو دل هوش مصنوعی بود چه توضیح داشت. هوش مصنوعی میشد توانایی یاد دادن به اینکه بتونه عذرخواهی میکنم ماشین بتونه فکر بکنه، بعد ماشین لرنینگ شد یاد بگیره. بعد انواع یادگیری‌ها رو گفتم، سوپروایز از آن سوپروایز هست، یه بحث رینفورسمنت لرنینگ هم بود که من حذفش کردم توضیح ندیم دیگه. بعد می‌خوایم سطحی بریم رو کار. سوپروایزها میشد یادگیری نظارت شده که داخلش دیتا ها لیبل بندی شده بودن. میگفتم این سگ دیگه متوجه شد این سگ، بعد میگفتم این گربه است، بعد یه عکس سگ گربه بهش میدادن، متوجه دسته‌بندی میکرد که این سگ یا گربه است، چیزی تولید نمیکرد. حالا اون یادگیری بدون نظارت هم حالتی بود که دیتا کاملا شلخته پلخته بودن، هیچ برچسبی نداشتن، خودش سعی میکرد روابط رو بین اینا پیدا بکنه. یعنی اگه من یک جمله شلخته میدادم چند کلمه، مثل زمان دوران دبستانمون میومد توی یادگیری بدون نظارت جمله رو معنادار میکرد مثلا. خب تو این چیزام بهتون یاد ندادم، این نمودار رو نگفتم بهتون. نگاه کنید مثلا یه سری کارمند داریم توی شرکت، داریم، بعد این کارمندا دارن یه سابقه کاری دارن و یک درآمدی دارن کسب میکنن. خب معلوم نیست حالا اون کارمنده کیه، اصلا لیبلی نخورده، اما قشنگ داخل این نمودار واسط میاره که با توجه به پولی که داره دریافت میکنه و سابقه کاری که داره، آیا داره تو مسیر رشد هست یا نه. یعنی پول دریافت میکنه یا پول کمی میگیره، سابقه کارش زیاده، واسط دسته‌بندی میکرد و بعد یک رابطه‌ای بین همه این کارمندا واسط پیدا میکرد توی یادگیری بدون نظارت یا آن سوپروایزد لرنینگ. خب بعد دیگه بیشتر راجع به این صحبت کردم که خب حالا مدل‌هاشون چطور بودن. اون مدل داشت یه مدلی دیتای بدون چیزو، بدون اینکه لیبل بندی شده باشه رو میدادی بهش، یه نمونه واسط میساخت، مثلا اون جمله رو واسط میساخت تو بدون نظارت. تو یادگیری نظارت شده دیتا رو که بهش میدی چک میکرد با دیتا قبلی، بعد میگفت این خروجیش این شکلیه. اگه هم اشتباه بود یعنی بلد نبود، دوباره میگفت خطا میداد، میگفت یه خورده مدلم بهتر بکن تا من بتونم به تشخیص بدم. بعد گفتیم توی دل ماشین لرنینگ هم یه دیپ لرنینگ داریم. دیپ لرنینگ از اون برنامه‌نویسی اولی به این شکل بود که اصلا خودش به قوانین و رولزا رو میداد و تو قبلیه تو قوانین میدادی، دیتا بردی هم میدادی، خروجی رو میگرفتی. خب این دیپ لرنینگ گفتم از یه سری الگوریتم‌های پیچیده‌تر شبکه عصبی که خودش هم ساده‌تر از اون شبکه عصبی مغز ما شده داشت استفاده می‌برده، داره هی پیشرفت میکنه. جنراتیو ای آی تو دل همین دیپ لرنینگ‌ها بودن. باز این مدل‌های زبانی بزرگ هم باز یه جورایی تو همون دیپ لرنینگ و جنراتیو ای آی هستن، چون شاخه‌های خیلی گسترده، ابزار خیلی گسترده‌ای هست توی این LLM ها. باز یه کوچولو اون دایرهش خارج از بحث جنراتیو ای آی هست. بعد دیگه مدل‌ها رو گفتم، مدل مولد که تولید می‌کرد، مدل افتراقی فقط میاد دسته‌بندی می‌کرد. گفتم مثلا سگو دسته‌بندی می‌کنه واسه، یا این اصلا میره سگ میسازه اگه مولد باشه. و میریم سراغ این که موج، حالا مثلا اون نورال نتورکس به چه شکل بود که میاد واسه دسته‌بندی می‌کرد، یکی هم واسه میساخت و جنراتیو ای آی تعریف کردیم. گفتیم انواع مدل‌ها داره، متن رو بهش میدیم متن تحویل میده، متن بهش میدی تصویر به تحویل میده یا ویدیو میسازه. خب که بر اساس نوع دادت که چیه، تصویره یا متنه، باز دسته‌بندی‌ها و اینکه چه کارهایی انجام میدن با هم دیدیم و همین کارا رو میتونیم الان بریم انجام بدیم با چت جی پی تی به صورت کاملا عملی. بعد نمونه صحبتایی که باش کردم، توهمی که گفتم چالش ممکنه توهم واسش ایجاد بشه، جواب اشتباه بهتون بده، دلایلش رو بهتون گفتم. پرامپت نویسی رو یک کوچولو با هم کار کردیم که بعدا تو اسلایدهای خیلی بعدتر احتمال جلسه سوم چهارم هم بهتون میگم که کجا میتونید برید حرفه‌ای‌تر کنید بحث آموزش یادگیری که چطور قشنگ پرامپت بنویسیم. پرامپت خوب بده بهتون نشون دادم. انواع مدل هم که گفتیم و الان رسیدیم معرفی چت جی پی تی. خلاصه ای از هیستوری چت جی پی تی که از سال 2022 30 نوامبرش جی پی تی 3.5 اومد و یه بچهای سوالی هم پرسیدن خیلی جالب بود، یعنی بحث مطرح کردیم. ببینید چت جی پی تی اسم یه ابزاره، خب اسم فرض کن چیزیه که ساختن، شرکت اوپن ای آی اومده یه ابزار ساخته به اسم چت جی پی تی. این چت جی پی تی از یه مدل زبانی که هم مدل‌ها بود که بهتون گفتم داره استفاده میکنه که اول مدل زبانش جی پی تی 3.5 بود، الان شده جی پی تی 4، بعد شد جی پی تی 4، بعد شد 4 او، بعد الان شده او 1. هی داره این مدل زبانی میره بالاتر. خب
این سبکی داستان. آمارا رو بهتون گفتم و الان می‌خوایم بریم چطوری وصلیم به چت جی پی تی. ببین اگه بخوایم به نسخه کامپیوترش وصل بشین، یه سری اکستنشن ها هست. اکستنشن تو مرورگر کروم میزنید و این واسهتون میاره، یا سه راه داریم. یا وی پی ان رایگان استفاده میکنیم که سایفون 3 هست. این سایفون 3 هم حتی توی اینترنت هم سرچ بکنین سایفون میاد. یه همچین چیزی که من درش آوردم، چون که زیاد خوب کار نمیکنه سایفون، من زیاد بهتون پیشنهادش نمیکنم، ولی اکستنشن اگه بخواید پیداش بکنید کافیه بنویسیم اینجا، بیایم داخل می‌نویسیم free VPN for Chrome. for Chrome میزنیم. اومد اینجا. اولین سرچی که واسهتون میاد وقتی free VPN for Chrome میزنید همونیه که ما میخوایم، همون اکستنشنیه که توی کروم میاد. خب میاین تو این صفحه و این اینجا میاد بالا. چون من نصبش دارم اینجا اد کرومش شده remove from Chrome. خب اگه مثلا من پاکش بکنم، ریمووش میکنم الان، امیدوارم بفهم نداریم فقط. خب الان شد اد تو کروم، دوباره ادش میکنم اینجا. اینترنت هم اگر یاری بدهد. آخه لنترن منم دارم، اونم هی قطع و وصل میشه، بعضی وقتا ممکنه کار نکنه. و حالا خب من این اد تو کروم زدم، این جای گزینه میاد میگه میخوای این اکستنشن رو به کرومت اضافه بکنی، میگم آره ادش کن اکستنشن رو. وقتی که اد بکنه اول دانلودش میکنه از اینجا، زیادم حجمی نداره. اینترنت ماشاءالله اینقدر لهه که ما باید صبر کنیم تا یه مگ فقط میخواد دانلود کنه، باز 20 ثانیه طول میکشه. خب دانلود شد یا نه؟ دیگه اینجا قسمتی که هی باید صبر کنیم چون تو ایران فعلا اینترنت اینجوریه. خب اگه دانلود شد میاد این بالا واسهتون که هنوز اد نشده، بعد اد میشه. این یه مدلشه. بعد من از اینجا میارم روشنش میکنم، خیلی سریع با کروم میتونم راحت وصلشم به چت جی پی تی. یا یه مدل دیگه داشت، خب الان نصب شد. آره اومد شما نصب کردید محمد پور. خب اینو ولش میکنیم، میایم اینجا پیداش کنم من. نش اومد این، آره خودشه. خب میارم اینجا کانتینیو میزنم استارت. بعد چند تا حالا چیزای کشور مختلف هم داره، حالا رو هلند پیش ورزش کانکت میشیم به وی پی ان. حالا واسه اینکه بیایم تو چت جی پی تی من سرچ میکنم چت جی پی تی خالی. خب تو سرچ رو چت جی پی تی میکنم، منتظر میشیم تا بیاد و هی بعد انتظار بکشیم. حالا فعلا من اینو برمی‌دارم چون که سرعت ممکنه بیاد پایین و یه بار دیگه چت جی پی تی رو اینجا سرچش میکنیم. خب من یه راه سومی هم اینجا تو اسلایدها نشون داده بودم، اگه نخواید اینو نصب بکنید چون رایگانه دارم میگم اکستنشن خیلی خوبیه. خب و خیلی هم من دارم ازش استفاده میکنم. اگه نخواید کانفیگ ویتوری بخرید از فضای مجازی که هست دیگه، ویتوری بنویسین کلی واسهتون کانال میاد که میفروشن این چیزا رو. خب یا اصلا بنویس وی پی ان توی بحث تلگرام سرچش کن، وی پی ان میاد، سایتایی هستن به صورت اتوماتیک تا میخری هم درجا بهت اشتراک میدن. و واسه اینکه بخوای همین کانفیگ هم روی دسکتاپ ایجاد کنی بعد برنامه نتماد رو نصب کنی که این برنامه نتماد این شکلیه که من یه از آوردمش بالا. ببین اینه، این برنامه نتماده. ببین نتماد همون کانفیگی که از توی تلگرام خریدیش، کانفیگ ویتوری. خب آره میای روی این اجراش میکنی که اینم بعد وقتی نصبش کردی اینو فعال بکنی اکسترا مود، این واسه فضا ایجاد میشه. بعد یه کدی بهت میدن واسه همون کانفیگ، اینجا میای روی این کلیپ بورد میزنی درجا واسه میارش بالا. بعد واسه اینکه بهش هم وصل بشی اینو میزنی و منتظر میمونی تا به کانفیگ وصل بشه سیستمت. نکن اینه نتماد اینه رو دسکتاپ. منتها خب این پولیه دیگه و برم کانفیگ بخرم. چی؟
فکر کنم اونم میشه، ولی خب نگاه کن، من پول که میدم واسش خب طبیعتا هم سرعتم بالاتره، هم خیلی ارتباطم استیبل تره به قول معروف. اون رایگانه تو میای میخری 2 روزی و بعد میبینی از چیز افتاد، از کار افتاد. خب حالا ما فکر کنیم وصل شدم بهش. اگر هم خب بحث وی پی ان هم که اکستنشن زده بودین اوکی میزدین، درجا واسهتون میآورد بالا، تو همون کروم اوکی میکردین. حالا بذارید من چت جی پی تی رو برم تو سایت. خب من گفتم چت جی پی تی رو سرچ کردم، این که نیست، اشتباه زدم اینو. chatgpt.com سومین مورد میشه همون فضای چت جی پی تی. خب الان اومد، چون وی پی ان هم کار میده اومد بالا. اگر هم وی پی ان اون اکستنشن زده باشین راحت میاد بالا. میگه what can I help with you what can I help with، مثلا چه کمکی میتونم بهتون بکنم. یه نشون بدم بهتون فضای چت جی پی تی رو. البته اگه الان شما استفاده کنید از چت جی پی تی، یه کوچولو فضاش ممکنه متفاوت باشه، چون من نسخه پولیو دارم اینجوری واسهتون نمیاد، ولی الان تو نسخه پولیش داره از چت جی پی تی 4 استفاده میکنه که میگه great for most tasks، یعنی واسه همه کارا خیلی عالی واسه انجام میده هر خواسته داشته باشی. اونی که رو حالت رایگان بهتون میده تو قسمت مور مودرس قسمت چت جی پی تی 4 مینیه. 4 مینی همون 4 حالا نوشته فستر، سریعتر بهتون جواب میده. و به نظر من تو بنچمارک هایی هم که ما دیدیم ازشون تو اینترنت سرچ بکنیم واقعا اونقدر فرقی هم نیست. حالا درست این مینیه اون پولیه، ولی خیلی نزدیک به هم دارن کار میکنن. حتی دیتابیسی هم که دارن. بفرمایید اگه هستی. بله بله. لپتاپ هم دارید الان؟ خیلی مشکل نیست، بیاد الان داشته باشیم با هم کار بکنیم. گفتم نکن، من اینو فکر کنم با اشتراکی خریدم با 4 نفر دیگه، کلا 480,000 تومان دادم الان. مثلا اون یه دونه کانال تلگرامی هست به اسمش چی بود؟ وب وارد. خب بعداً بهتون اگه بخوایم بهتون میدم، میرم تو تلگرام نشونتون میدم. رفتم از اونجا خریدم، $7 بهم میداد. حالا مثلا خودش هم $8 سود میکرد چون $20 ماهانه است. 480 تومن هم ضرب در 70 بکن، فعلا دلار 70 احتمالاً برسه به بالاتر. بعدم بچه‌ها نگاه بکنن میگن الان یا الان. بعد ولی من یه کانال تلگرام دیگه هم میشناسم 190,000 تومان هم میده، مثلا 15 نفر میریزین تو اکانت ازش سوال میکنید. بعد صادقانه هم بخوام بگم من واسه مهم نیست، الان بچه‌ها رفتن قوانین غیبت و تأخیر نوشتن، بررسی نمره آیات در من نمیرم چتشون رو واسه مهم نیست برام باز کنم، به درم نمیخوره زیاد، مثلا ببینم اونها، ولی خب فضول نیستن. اونم احتمال خیلی زیادم اونم واسه شون مهم نیست من چی سرچ میکنم. 4 نفری تو اکانت هستیم، به محدودیت هم نخوردیم. یادم به هر حال یه محدودیتی هم داره، بعدش میتونم بپرسم. خب مثلا من یه سوالی میپرسم مثلا این چت جی پی what is your 4 mini versus 4 o. من این چه زدم میگم که نه لیمیتیشن میگم دیفرنس ها، اون تفاوت نسخه رایگان رو چک بکنم با اگرم یه جایی اشتباه تایپ کردم دیگه فعلا بپذیرید از من. خب ازش پرسیدم تفاوت نسخه 4 مینی با 4 چیه. بعد انگلیسی هم پرسیدم، چون که وقتی انگلیسی سوال کنید میره از دیتابیس انگلیسی سرچ میکنه واسهتون، وقتی فارسی بپرسید میره دیتابیس فارسی چک میکنه. و طبیعتا نسخه دیتابیس فارسی هم راستی یه چیزی من بذارید قبل از اینکه اینا بگم بریم اسلاید بعدی. نسخه موبایلش هم اینجاست بچه، همین الان میخواین این کد رو بزنید یا تو گوگل سرچ بکنید که چت جی پی تی دانلود نسخه چت جی پی تی، نسخه اندرویدش رو دانلود بکنید. نسخه اندرویدش هم تمام قابلیت ها رو داره، حالا به جز یه سری چیزای الکی مثل حالا بحث این که پلاگین خودت بسازی. خب پلاگین بخوای بسازی میای روی دسکتاپ، بعد نسخه پریمیوم بعد داشته باشی. اگرم نیومد واسهتون این کد کیو آر، سرچ کنید از دانلود چت جی پی تی، یا برین توی بازار یا برین توی چیز پلی استور دانلودش بکنید. نسخه‌ش هم بخوام بهتون نشون بدم به هر حال این شکلی بود. تهش وقتی نصبش بکنید بعد این شکلی باشه. یه لحظه این آیکون سفید رنگ اینجوری خیلی شبیه چت جی پی تی هست که خودشون نیستن. آره خودشه آره عالی. بچه‌ها این سفید این شکلیه. حتی برین تو این اگه خواستین برین تو پلی استور دانلود بکنید ما حواستون باشه چت جی پی تی خالی، نسخه سفید و سیاه و مشکی و اینا اینجوری ردیف دوم هستش. خوبه نصبش. آره ولی خب همین چت جی پی تی هم باز برنامه دیگه هست اسمش چت جی پی تی، میره توش میگه که دیگه ساختتش. خب این شکلی اگه خواستین نصب همین اگه نصبش کنید خیلی خوبه.
اصلا همزمان با من که دارم رو دسکتاپ کار میکنم شما هم بیاید نسخه موبایلش ازش سوال کنید، فرق خاصی ندارم واقعا. درست جوابی هم که بهتون میده شاید من همون سوالی که میپرسم شما بپرسین یه کوچولو فرق داشته باشن، چون داره پیش بینی میکنه که الان من بعد چه جوابی بهش بدم. و این همیشه بحث آمار و احتمالا مرتبط هست، 100% نیست که یه جواب خاص بده، رندوم به جواب میده، ولی محتوایی که به هر هممون میگه احتمالاً مشابه هم باشه. خب همه تونستید نصب بکنید یا دارید نصب میکنید؟ سرعت داغونه ها، خب منطقیه. ببین نسخه موبایلش 3-4 روز پیش فکر کنم یه حالتی داد به اسم اینکه بخوای پیام صوتی هم باهاش صحبت بکنی، چت جی پی تی همین چند روز پیش دادش دیگه، حتی میتونید باهاش صوتی هم صحبت بکنید. حالا من چون گوشی بچه‌ام میبرم نمیبینن تو صفحه نمایش، مهم نیست، خودتون به صورت فارسی انگلیسی میتونید باهاش صحبت کنید و خیلی قشنگ هم فارسی باتون حرف میزنه هم انگلیسی حرف میزنه. حالتی که فارسی صحبت میکنه انگار یه کارگر افغانی داره باتون صحبت میکنه، ولی به هر حال فارسیه. خب و اینا هم باز خیلی بهتر میشن. انگلیسیش هم که ماشاءالله انگار یه آدم کاملا طبیعی اومده نشسته داره باهات صحبت میکنه، انگار نه انگار که فرض کنید هوش مصنوعی هست. خب توی نسخه رایگان هم اگر استفاده بکنید، حتی نسخه موبایلش داره 4O مینی کار میکنه. خب یعنی مدل زبانی 4O مینی. و گفتم مثلا تفاوت 4O مینی با 4O چیه؟ نوشته از نظر پیچیدگیش 4O از این ساختار خیلی بزرگتر استفاده میکنه با چندین میلیارد پارامتر که 2.5 میلیارد پارامتر بود آخرین باری که من چک کردم و خیلی میتونه خیلی مفاهیم پیچیده‌تر رو درک بکنه و اون تکست‌ها یا متنایی هم که ایجاد میکنه مثلا پیچیده‌تر باشه. نسخه 4O مینی حالت کامپکت‌تر و کوچولوتر داره، پارامترهایی که استفاده میکنن اینجا گفته کمتره، ولی سرعتش خیلی بالاتره و سریعتر بهتون جواب میده، شاید حتی بهترم جواب بده، چون که بعضی از بنچمارک‌ها جالب 4O مینیه چون سریعتر بود حتی بهترم جواب میداد. خب بعد از نظر دقت هم خب میگه خیلی کارهای پیشرفته‌تر، آنالیزهای خیلی عمیق‌تر، دلایل و استدلالایی که میدم خیلی باز جالبتر و منطقی‌تر هم هست. بعد بازم با همه این وجود میتونه دقت رو هم همزمان که داره سناریوی پیچیده‌تر رو واسهتون دیکود میکنه رو حفظ بکنه. نسخه 4O مینی خود دقتش کمتره، اسپیدش ممکنه تو حالت پولی بیشتر طول بکشه به خاطر اینکه سایز مدلش خیلی بزرگتره. خب ولی 4O مینی سریعتر میگه، چون حالا کوچیک‌تر اگر هم بخواید سریع به جواب برسید میتونید از نسخه 4O مینی استفاده بکنید. خب از نظر کاست و قیمت گذاری و ایناش هم نسخه 4O قیمتش بالاتره، ولی 4O مینی کاملا داره میگه مثلا توکن، اینجا بحث توکنی هم ما داریم بعد بهتون میگم، میگه 15 صدم دلار بر هر توکن، در حالی که به نظر من که رایگانه. البته نگاه کن همین 4O مینی هم خیلی استفاده بکنی میگه یه کوچولو بیست، خب زیاد دیگه داری استفاده میکنی برو 3 ساعت دیگه بیا. من یادم پارسال که استفاده میکردم از چت جی پی تی 4 میگفت هر 3 ساعت میتونیم 50 تا سوال ازم بپرسیم. الان فکر کنم یه خورده بالا پایین شده باشه. خب مونتا هست دیگه، اگه مثلا یه تو 3 ساعت 100 تا سوال بپرسی بهت میگه خب برو 3 ساعت دیگه بیا. حالا ما تو این اشتراکی هم که اومدیم 4 نفره با هم دیگه، تا حالا میگم محدودیت نخوردم، پارسال میخوردم الان نمیخورم. و حالا باز الان من تو فضاش ببینید یه خورده از فضا بخوام بهتون بگم، این قسمت سمت چپ من اینو بزنم میره این نواره، خب دوباره بزنم میاد کلوز ویندو ساید بار بهش میگن و هر سوالی که میپرسن بلافاصله اینجا میومد. و دقت کرده باشین من پرسیدم چت جی پی تی 4 و 4O مینی، خودش پیش بینی کرد چت جی پی تی 4 ورسوس چت جی پی تی 4O مینی. خب اینو که بزنم میتونم رینیمش بکنم، بنویسم مثلا کلاس هوش مصنوعی، خب و اوکی میزنم و اسمشو تغییر دادم. یا اصلا میتونم شیرش بکنم با بقیه که حالا زیاد لینک بهشون میدم، کسی یاد بتونه از چت جی پی تی استفاده کنه، میاد همینو کل سوال و جوابایی که من ازش پرسیدم رو میفرسته واسش. حالا قطعا احتمال خیلی زیاد اگه باز حتی استادم استفاده بکنن یا مثلا بین خودمون یه هومورک حل کرده باشیم، همون سوال و جواب میفرستیم واسه همدیگه و انگار یه چیز عادی مثل فوروارد کردن پیامو بشه تو آینده. خب یه لینک بهت میده، بعد لینک رو میفرستی واسه دوستت. دیگه چی داره؟ میتونی آرشیوش بکنی که کسی دیگه نبینش، آرشیوش میکنی میپره. خب پاک نشده، فکر کنم اینه که اینجا میذاری تو ستینگز میومدی آرشیوا رو بهت نشون میداد. آرشیو اول چتس منیج آرشیو چتس. خب الان یه سری دوستان رفتن خلاصه کتاب در آوردن، کلیدر بهش میگفتن، چه میگفتن؟
آره این خلاصه کتابش اینجا من آرشیو کردم. من ای آی کلاسمو دوباره میتونم اینجا بزنم آن آرشیو، خب یا اصلا پاکش بکنم. آرشیوش کرده بودم، شاید از چشم بعضیا دور بمونه یا اینکه خودم کلا نبینمش که تمرکزم به هم نخوره، دوباره اومد. اگرم دیلیتش بکنم که کلا اینجا دیلیت میشه. بعد جدیداً حتی سورس اون حرفی که داره میزنه رو هم بهت نشون میده، چون به اینترنت وصل شده. قشنگ میگه آقا من این سورسی که در آوردم اینجاست، از یه سایت لیکود بوده که من میزنم روش، قشنگ همون لینک میاد بالا. خب چت جی پی تی 4 ورسوس 4 مینی کامپریزن مدلش ببینم. حالا دیگه اینجا قشنگ ادوانتیجز رو گفته، بعد یوز کیس ها رو گفته، خلاصه هم باز کرده. من حتی حدس میزنم همین رو هم رفته از چت جی پی تی گرفته این سامری و فلانو، و این شد باز یه سری تو سرچ ریزالتاش نشون میده که آقا من اگه بخوای این سایت رو نبینی برو اون یکی سایت هم نگاه کن، بیشتر یاد بگیری و فلان. خب این از این، باز این قابلیت‌ها نبودن. بعد اینو که بزنم الان مدل GPT-4o and GPT-4o Mini are both advanced AI language models developed by OpenAI, each tailored to different needs and applications. Here's a comparison highlighting their key differences. این از این، من اینجا قطعش میکنم، میتونم اینجا کپیش کنم محتوایی که بهم داده، بعد مثلا حتی بذار فعلا صفحه چیز عادی اینجا رفتم همه رو کپی پیست کردم. خب بعد کجا رفت؟ میتونم لایک بکنم یا دیسلایک بکنم. همین لایک و دیسلایک هایی که میکنم تاثیر داره بعداً توی اینکه چه جوابی بهت بده، یا حتی اگه بقیه این سوالو پرسیدن چه جوابی بهشون بده. یه قابلیت دیگه هم اینجا بهش اضافه شده. خب میگه تو میتونی مدل زبانی تو عوض بکنی، یه بار دیگه واسط بسازه با یه مدل دیگه. این چت جی پی تی 4 رو نوشته لگسی مدل، یعنی حالا مدل افسانه‌ای سابق قدیمیش 4 بوده، قبلا این بالا بوده ولی چون که 4 اومده این رفته پایین، ولی باز میتونی از چت جی پی تی 4 هم استفاده کنی. بعد قدیما 3.5 بود چت جی پی تی 3.5 با جی پی تی 4. خب 3.5 کلا رفت، الان دیگه نیستش، یعنی چند ماه پیش بردنش کلا و عوض 4 مینی اومد. و حالا من میخوام بگم با 4 واسه من بنویس، همون سوالو با این دفعه با حالت پولیش واسه من حسابش بکن. دوباره شروع میکنه به حرف زدن. این دفعه چیکار کرد؟ دفعه قبلی کل جوابو داده بود، بعد سورس رو بهم داده بود. خب ولی اینجا واسه هر کدوم از پاراگرافایی که نوشته یه دونه سورسی بهم داده. خب این سورسی که اینجا رفته از سایت آناکین درش آورده، همین آناکین هم نشه anakin.ai. به همین شکل این تفاوت 4 بود و 4 مینی. کاملتر توضیح داده کیپیبیلیتی مولتی مدل ها به چه شکلی، هم تکست رو ساپورت میکنه، هم آدیو، هم ایمیج، هم ویدیو فلان. ولی در حال حاضر 4 مینی فقط میتونی باش بنویسی یا حالا کار دیداری انجام بدی، مثلا بهش ایمیج بدی. خب حالا پرایسینگ هم گفته، من میگم اینو به فارسی برایم بنویس. ببینید من پیشنهادم اینه، حتی شده وقتی میخواین سوال بپرسین برین تو گوگل ترنسلیت، خب سوال فارسیتون اونجا بهش بدین واسهتون انگلیسی کنه، انگلیسی به چت جی پی تی بدین که واسهتون جوابشو بده، بعد خودت بهش بگی فارسی کن. ولی بهش نگو از همون اول کار تفاوت این با اون چیه. میگم واسه سوالای خیلی جنرال مثل همین تفاوت‌ها یا اینکه برو فلان کار انجام بده اوکی، یا فارسی هم باش بنویسی. ولی اگه بخوای پایان نامه‌تو بنویسی، مقاله‌تو بنویسی، خب وقتی دیتابیس انگلیسی رو داری با اون مقالات آی اس آی و کیو 1 و کیو 2 و همه چیا، خب بعد تو کنفرانس خارجی، خب من چرا فارسی بپرسم که بره مقاله فارسی واسه من در بیاره؟ خب انگلیسی بپرس بعد فارسیش کن. و الان شروع کرد گفت مدل‌های فورو و فورمین هر دوشون پیشرفتن، اندازه مدل این بزرگتر فلانه. من این صداش هم اینجا بزنم. مدل‌های GPT-4o، GPT-4o Mini هر دو مدل‌های پیشرفته زبان هستند که توسط OpenAI توسعه داده شدند، اما تفاوت‌هایی در قابلیت‌ها، عملکرد و هزینه دارند. اندازه مدل و عملکرد. GPT-4o این مدل نیاز بزرگی است که برای وظایف پیچیده که نیاز به قدرت محاسباتی بالا دارند طراحی شده است. این مدل در درک زمینه‌های پیچیده چرا از این خندم نگرفتم، من نتش کردم. و اینکه فعلا یکی الان مثلا این همین کنواز اینا هم بهتون توضیح میدم. خب این بود بحث چت کردنش. یا باز میتونی حتی بخوای شیرش هم بکنی، اینجا شیر رو بزنی سریعتر واسه بقیه لینک بفرستی. بعد اگه بخوای یه چت جدید باز بکنی، اینجا این چت جدید رو میزنی، دوباره میگه what can I help you with. خب
یه سوال میخواین شما بپرسین من جواب بدم، یا حتی خواستین با خود گوشیاتون چی بپرسم دانشکده نفت آبادان چه سالی تأسیس شد؟ الان بچه یه چیز خیلی مهمی توی چت جی پی تی هست که حتی مهم نیست الان که من یه سوال پرسیدم خب فهمیدی انگلیسی باید بگین، فراتر از اون اینه که این مهارت رو یاد بگیریم که وقتی یه سوال پرسیدین یه جواب داد باز مکالمه رو باش ادامه بدین، مثل انسان که داریم با هم حرف میزنیم، تو یه حرفی میزنی من یه جواب میدم باز دوباره داری ادامه میدی حرف زدن، شاید تا نیم ساعت یه ساعت با هم صحبت بکنیم یا ساعت با هم حرف بزنیم. اینجا هم مثل همونه، فرض کنید انسان داره باهاتون صحبت میکنه. الان که بهم گفت دانشکده نفت آبادان واقعا تو سال 1318 تأسیس شده و هدفش هم همین صنعت نفت بوده، میگم خیلی خوب مثلا عالیه، یه خورده بهش فیدبک مثبت میدم. چه رشته‌هایی در این دانشکده در حال تدریس شدن هستن؟ سورسش هم بهم داده ها. نسخه فورومی دارم کار میکنم و نسخه رایگان دارم کار میکنم. سورس چیه؟ دانشکده نفت آبادان موزه به خدمت تاریخ نفت آبادان putas.ac دانشگاه، سایت دانشگاه خودمون. سایت دانشکده نفت آبادان رفته از همینا در آورده. خب چون با سرعت داغونه من باید صبر کنم تا این بیاد. چه رشته‌ای دارن تدریس میشن؟ دانشگاه نفت آبادان مهندسی ایمنی، مهندسی شیمی نفت، گرایش اکتشاف، ارشدش درست گفته. خب چه جالب. بعد بریم سراغ قابلیت‌های دیگه. ببینید این قسمت پلاگیناست، من بهتون میگم. یه نسخه میگه که آقا تیمی می‌خوایم بگیریم بعد ماهانه $20 پول بدین، همه چیز دیگه رایگانه. وقتی شما $20 ماهانه دارین پول میدین، من همین نسخه رو اشتراک خریدم. هر قابلیتی که جدید میاد بلافاصله شما میبینیدش. ارلی اکسس دارین، اگه کسی نسخه رایگان داره شاید بعد چند ماه صبر کنه تا این برسه دستش. هم به O1 پی دی ویو دسترسی دارین، هم O1 مینی. نکنید توی شاید 2 ماه دیگه ما این دوره برگزار کنیم چت جی پی تی 4 و مینی هم رفته باشه کنار، اون O1 منتشر شده باشه و اونایی که رایگان دارن از O1 مینی استفاده میکنن. نسخه O1 مینیش هم اصلا O1 هم چند دقیقه دیگه میام واسهتون صحبت میکنم. میگه خب باز پولیش به چت جی پی تی 4 او 4 مینی همه چی دسترسی داری، دیتا آنالیز کارا رو بخوای آپلود فایل آپلود کنی، سوال بپرسی، وب سرچ بکنی و ایمیج بسازی راحت واسات اوکی. و از نسخه خیلی پیشرفته رو وایس هم تبعیت میکنه. بعدش هم میتونی خودت هم بری گفتم پلاگین بسازی باش، که پلاگین هم الان بهتون میگم. اینجا نسخه چی داشت؟ این مای پلن رو نشون میده که پلن الان $20 ماهانه رو من گرفتم. یه قسمت مای جی پی تیز داره، توی مای جی پی تیز میری پلاگین میسازی. نیومد، الان اومد که مهم نیست، ما نمیریم توی این، منم زیاد بلد نیستم. بخوای جی پی تی بسازی و این پلاگین تو بعداً بری تو جی پی تی استورش واسه ملت هم منتشرش بکنی، خب این شکلیه دیگه. شروع می‌کنی یه داستان، مثلا میگم حالا مهم نیست، من چیز بزنم نمیرسه فعلا. میخوای مثلا یه پلاگین بسازی راجع به اینکه ابسترکت مقاله رو بنویسم، شروع می‌کنی واسش کدا رو می‌نویسی، میگی اگه اینو پرسیدن اون جواب بده. بعد همزمان یه پریویو هم داره که اینجا وقتی باهاش صحبت می‌کنی ببینید خوب کار میکنه کارت یا نه، داری پری ترین می‌کنی یه پلاگین بسازی. خب ما اصلا اهمیت نمیدیم، چون بیشتر کار کسایی که میخوان برنامه‌نویسی بکنن یا یه ابزاری بسازن برن تو تلگرامشون بذارن 1000 تا کاری بکنن بفروشنش، ربطی به بحث ما نداره فعلا. این قسمت چیز بود که میرفتیم تو مای جی پی تیز. یه کاستوم جی پی تی داره. اگه یادتون باشه من بهتون اول دوره گفتم بچه‌ها یه خورده خودتون معرفی کنید من ببینم داستان چنده، آیا کار کردیم با جی پی تی یا نه. این کاستوم چت جی پی تی دقیقاً همون کاری داره واسه من انجام میده که من اول دوره ازتون پرسیدم. داخلش میتونید صحبت کنید، میگه What would you like GPT to know about you to provide better responses. خب دوست دارین چت جی پی تی راجع به شما چی بدونه تا بهتون جواب بهتری بده. که من پر نکردم چون اشتراکیه. اگه حالت اشتراکیشو می‌خریدین و فقط می‌خواین پروپوزال پایان‌نامه‌تون بنویسین، از همینجا بنویسین من یک دانشجوی فرض کن ارشد رشته مهندسی بازرسی فنی هستم، میخوام پایان‌نامه‌ام بنویسم، دانشکده نفت آبادانم و دانشکده‌مون هم خیلی سخت میگیره، اگه بخوام یه پایان‌نامه بنویسم یه پایان‌نامه خیلی قدرتمندی میخوام. بعد میگی که چجوری دوست داری تو سوال ولی چجوری دوست داری به جواب بده. خب میگی که من دوست دارم جوابای آکادمیک بهم بده و بیشتر حالا خیلی علمی تر باشن تا اینکه بخوای جنرال صحبت کنی یا اینکه بری توی لینک های خیلی حالت جنرال تو وبسایت ها بگردی. اگه میخوای به من جوابی بدی برو تو کتابا و مقالات واسه من سرچش کن. حالا چون جوابی آماده ندارم فعلا این قسمت رو خالی میذارم، اما حتی فور مینی هم فکر کنم اینو داشته باشه.
اونجا چون که رایگان‌تر دارید استفاده می‌کنید، کسی نیست روی اکانتتون، اینجا رو میتونید پر بکنید. اینم پر نکنی هم مهم نیست، همون حالتی که منم پرش نکردم اینیبل هم اینجا میتونم فعال کنم یا غیر فعالش بکنم که از چت‌های جدیدم شروع کنم، یعنی که نه همون چت‌های قبلی هم با این حسابم جواب بده. خب ننویسی هم عیبی نداره، جواب خوبی بهت میده، اوکی من اینجا ننوشتمش. بعد به جای اینکه تو کاستوم جی پی تی بنویسم میرم تو خود توضیحاتش می‌نویسم. تصور کن یک ریسرچر خیلی حرفه‌ای هستی که می‌خوای یه مقاله کیوبان آی به من بدی، حالا بر اساس این واسه من یک ابسترکتی بنویس، یک چکیده خلاصه‌ای بنویس که این حالت‌ها رو داشته باشه، فلان داشته باشه، بهمان داشته باشه. خب پس تو کاستوم جی پی تی خودتو معرفی می‌کنی به چت جی پی تی تا جواب بهتری بهت بده. بعد ستینگاش هم خب تمش رو میتونی عوض کنی، دارکش بکنی، لایتش بکنی، یا اصلا حالت سیستمی. میگه که همیشه کد رو میخواید بهت نشون بده. من خودم اینو غیر فعال گذاشتم. وقتی که واسط بذار من چیزش کنم، بذار من فعالش کنم برای من. یک برنامه بنویس که مثلا سوالا هست توی درس برنامه‌نویسی بهمون میدن، تو امتحان میارن بعد هممون درست می‌نویسیم ولی نمره بهمون نمیدن چون استاد دانشگاه نفتن. ولی خب همینجا واسهتون می‌نویسه. بعد این کد رو واسهت آورد که نه یه لحظه وایسید کوش، حالا تو این انگار نیستش، ولی خب به هر حال کد اینجا میتونی کپی هم بکنی، کد برنامه‌ای که نوشته. ولی تو بعضی از تو جواب بعدیات قشنگ میگه من چه کدایی رو انجام دادم تو پس زمینه خودم تا بتونم جواب تو رو آماده کنم. خب این میشد قسمت کد رو بنویس وقتی داری دیتا آنالیز می‌کنی. حتی چون دیتا آنالیز نکردی مثلا این قضیه نیوردش. حالا لنگویج رو هم بهتون بگم، ببین زبان‌های مختلف رو ببینیم پرشین داره یا نه. نداره فارسی انگار. فارسی نداره ولی خب درست پشتیبانی میکنه. خود برنامه میگه که می‌خوایم انگلیسی باشه، همین مطالبی که مثلا نوشتی یا فارسی یا به هر زبانی. آرشیو مچم بهتون گفتم اگه بخوای کل چتاتو آرشیو کنی اینجا می‌زنی آرشیو آل، همه چتاتو بخوای پاک بکنی یا اصلا لاگ اوت کنی. حالا بحث تو قسمت پرسونالیزیشن این حافظه رو واسط گذاشته. اگه من اینو غیر فعال کنم که کاش نمی‌کردم بران زدم، وقتی باهاش صحبت می‌کنی تو همه چت‌های بعدیت یه بار بهش میگی من دانشجو هستم، تو حافظه‌اش سیوش میکنه خودشو که این دانشجو دارم بهش جواب میدم. حتی اگه چت‌های بعدیت هم باهاش صحبت کنی تو ذهنش مونده. یا اگه الان مموریش رفت، خب اگه مموری فعال باشه، اگه 50 تا چت هم بکنی بعد بهش بگی یادت میاد روز اول من به چی گفتم تو چت اولی، بیا همون صحبت رو ادامه بدیم. خب یادشه هنوز. حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو داره وقتی با حرف میزنه. ولی اگه چت جی پی تی رو این قصه حافظه‌شو برداری زود فراموش میکنه. با هر پیامت انگار از اول داری باهاش صحبت میکنی. که بعداً توی یکی از برنامه‌ها که کوپایلوت اسمش هست، تو کوپایلوت حافظه نداره، بعد هی فراموش میکنه، تو پیامش بدی یادش میره قبل دو تا پیام قبل چی بهت گفته. اسپیچش هم که خب سطح صدایی که میتونستی حرف بزنه باهات رو عوض میکنی. اینجا پلی میکنم ببینم. Hey, what's up? Feel یه بار دیگه. Hello, it's lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. باش. یه پلی بزنم اینجا باز. Hey, it's great to meet you. صدا How's your عوض day میشه. going? I'm really looking forward to مرد working on باشه، some cool زن stuff باشه. together. صدا میشنوید دیگه. خب دیتا کنترل و این چیزا میتونی اکسپورت کنی دیتا تو. پروفایل بیلدر من اسم خودمو چی بذارم، این کنادا میتونم عوضش بکنم. لینکدین هم میتونم بهش بزنم که وصل بشه بهش. گیت هابم رو، توییترم رو اضافه کنم. یه دامینی جدید بهش بدم. ایمیلم که الان این اکانتی که ساخته واسمون همینه، اینجا ایمیل زده. برنامه‌ای که میتونی بهش وصل بکنی، گوگل درایو میتونی بهش وصل بکنی. الان بعدن سرویس گوگل هم که بهتون معرفی کردم اونم قشنگ، خیلی قشنگ، چون ساخت شرکت خود گوگله، بهتون یاد میده که چطور استفاده کنید. آخرش چی بود؟ یه از آخرش هم مهم نبود. سکیوریتیش هم و امنیتش خب طبیعتاً میذارم که آقا مثلا میخوای کسی بهت وارد بشه چیز داشته باشه، حالت فرض کنید پیامکی بیاد به ایمیل بزنن، یه کدی بهت بدن تا بتونی وارد اکانتت بشی یا نه. خب صرفا واسه امنیت بیشتره. جانم. آقا ستینگز رو بعد بیای اینجا بزنی. خب بعد ستینگز رو میزنی. رو گوشی هم بزنی رو همون اسمتون و قسمت ایمیله واسه اون ستینگز میاد بالا. خب
یه لحظه بیام قسمت پلاگین ها. بچه پلاگینش اصلا خداست و این نبود قبلا. میایم اینجا، یه لحظه پلاگین بیاد بالا. قسمت اکسپلور جی پی تیز چه رو گوشیتون الان بیارید یا چه تو لپتاپتون پلاگینا رو داره. این پلاگینش تا بیاد اینم چی نوشتم چون تو نیومد. خب دیگه اینم سرعت اینترنتمونه. ولی بیایم این پایینم چک کنیم. مثلا میگه create an image of elephants مثلا flying رفت تو قسمت پلاگین های زندگی ما با چت جی پی تی. به قسمت پلاگین ها رو بهتون بگم. اگه میخواید پلاگین بسازین باز این بالا کرییت میزنید، دوباره میرسید پنجره‌ای که بهتون نشون دادم. چه اگه پلاگین ساخته باشین تو قسمت مای جی پی تیز پلاگین ها اینجا واسهتون میاد که من فعلا چیزی هر روز نساختم. بعد حالا این پلاگین ها به چه شکله؟ بچه این قبلا خیلی محدود بود، فقط 4-5 تا بود. چی؟ پلاگین بهتون گفتم نکن. الان دارم بهتون میگم. پلاگین ها هر کدومش به صورت تخصصی فقط روی زمینه میان بهت کار میکنن. خب مثلا تو میخوای یه وبسایت بسازی، میخوای یه پروژه وبسایت ساختن برداشتی، میخوای با چت جی پی تی کار بکنی، به جای اینکه بیای به صورت فقط عمومیش با همون مدل زبانی اون پنجره اولیه باش کار بکنی، قسمت پلاگین رو میاری بالا، میزنی وبسایت جنریتور. خب بعد بهت نشون میده 1 میلیون نفر تا از این استفاده کردن. توی برنامه‌نویسی رتبه سوم داره، ریتینگش 4 شده از 25000 نفری که بهت درس دادن. بعد میگه کیپبیلیتیز یا تواناییش چیه، هم میتونه واسه وب سرچ بکنه، هم حالا یک سری حرکات رو اکشن ها رو انجام بده، بعد هم برنامه‌نویسی میکنه، دیتا آنالیز میکنه، از دال ای ایمیج هم استفاده میکنه. دال ای چیه بچه؟ دال ای یکی دیگه از ابزارهایی که اوپن ای آی ساخته، فقط واسه ایمیج میسازه. یعنی چت جی پی تی رو ساخته که همینه، چت بات داخل دل اینم دال ای که برنامه دیگه هم هست از ساخت خود شرکت اوپن ای آی هست رو هم توش گذاشته. وقتی ایمیج میسازی داره از دالی استفاده میکنه. استارت چت رو میزنم، همین وبسایت جنریتور. این بالا شد وبسایت جنریتور. دارم از پلاگین دقیقاً همین وبسایت جنریتور که توسط کی ساخته شده، وبسایت جنریتور فلان ساخته شده که بعد اینجا وبسایت نشم هست استفاده میکنه. خب مثلا دارم الان عمومی باهاتون صحبت میکنم. یک وبسایت فروش دامنه هست. خیلی دارم ساده الان باش حرف میزنم. برای شروع لطفا نام کسب و کارتون رو بنویسید. مثلا چی میخوای بگی؟ فروش دامنه است، دیجی کالا است. مثلا اسم دامنم هوشیار است. اسم کسب و کارم می‌خواستم بهش بگم. حالا اگه اشتباه هم کرده باشین، حالا دارم میگم اسم خودش نکن، با وجودی که من گفتم دامنه خودش فهمید که کسب و کار میگه هوشیار، الان میگه توضیحات بیشتر بده. قدم به قدم داره به من نشون میده. گرچه اگه من میرفتم رو حالت عادی ازش میپرسیدم شاید خیلی جنرال‌تر بهم میگفت و دیرتر به نتیجه خودم میرسیدم و حتی نتیجه‌ام حرفه‌ای‌تر بهم نمیداد. میاد با این پلاگینا کار میکنی. خب اگه یه چیزی نوشتی، خب بعد دیدی اشتباه توضیح دادی یا کم بهش توضیح دادی، جوابش به داد ناکافی بود، میایید اینجا روی مداد کلیک میکنید. یه بار دیگه من بیام کلیک کنم، اومد واسم بالا. اینم باز قابلیتی بود که 2-3 هفته پیش اومد. اسم وبسایت، اسم کسب و کارم رو بنویس بذارم همینجوری. سند میزنم اینجا، عوض شد. خب و دوباره داره تولیدش میکنه. بعد از اون جالبتر اینه که اینجا شد 2 از 2. خب دیدی یه جواب دیگه هم بهم داد کامل‌تر توضیح نداد، چون همش داره رندوم به من جواب میده. من اگه برگردم اینجا باز دوباره جواب قبلی من میبینم. بعد میتونم 4-5 تا چیز مختلف رو واسش بنویسم. خب بعد ببینم چطور جواب بهم میده. بعد هر دفعه اگه دیدم نه این خوب نبود برم بعدی با اون ادامه بدم کارو چت کردنم رو. خب با این شکل هم میتونیم باهاش صحبت بکنیم. و حالا بعد بریم یه مثال تخصصی تر بزنیم. من میام تو چت جی پی تی 4o. خب می‌نویسم I want to
write my thesis about title. بچه اسم پایان‌نامه خودم رو همینجوری دارم ساده بهش میگم. effect of sonorocoagulation، تاثیر فرایند sonorocoagulation for مثلا organic please میگم که یه چند تا references از سال 2020 تو 2024 please suggest me some references from 2024 which are مثلا ISI خیلی چیز بدی شد ISI Q1 خب بعد and give me میگم که چند تا رفرنس به من بده، شاید حالا انگلیسی من خوب ننوشته باشم واسه که رفرنس هایی باشن که از سال 2020 تا 2024 باشن و ببینیم چی بهم میده. داره الان اینترنت رو سرچ میکنه. بعد DOI نگاه کن، هر شناسنامه‌ای داره، هر کتابی مقاله‌ای که چاپ میکنی به صورت بین‌المللی بهش میگن DOI فکر کنم همون شابک و این چیزا میشه. خب بعد این DOI مثلا همون شناسنامه است، وقتی یه لینکیه بهت که میدیش سرچش میکنی درجا واسه مقاله میاد بالا، چه تو اینترنت سرچش بکنی چه توی حالا اون سایت های مثل اسکوپوس و این چیزا که میتونن بهت مقاله رو نشون بدن، داخل این با لینک DOI پیداشون میکنی. خب الان اومد بهم گفت خب واسه اینکه تو ساپورت پشتیبانی میکنی از این چطور بگم تزی که این موضوعشه، تاثیر فرآیند سونورکتوکواگولاسیون برای حذف کردن مواد عالی و Q1 باشن 2020 تا 2024 باشن، من این مقاله رو بهت پیشنهاد میدم. سال 2022 Advanced Oxidation Process a Sustainable Technology for Treating Industrial Waste Water، مثلا میگه AOPA یا همون Advanced Oxidation Process که دارم روشون کار میکنم توی مقیاس صنعتی. هم ژورنالش رو بهم گفته Environmental Science and Pollution Research که من داخل همینجا مقاله دارم، هم DOIش رو بهم داده، هم لینکش رو بهم داده، هم خودش یه سامری هم واسه مشخص کرد. میگه این مقاله میاد بررسی میکنه فرآیندهای Advanced Oxidation Process ها، مخصوصا همون سونورکتوکواگولاسیونی که تو میخوای و کارایشون رو بهشون میگه توی حذف کردن مواد عالی حالا آلوده و این چیزا از پسابای صنعتی. من این لینک اشپیلینگرش رو میزنم واقعا همین هست یا داره اشتباه بهم میگه. از اون نسخه فورا استفاده کردم. این هستش، همینی بود که به سال 2022 مارس 2022 اومده. بعد اسمش هم همین بود، مقاله‌اش هم اینا، چیز ژورنالش هم همین ESPR. و حالا میخوام این دانلودش هم بکنم، بریم روی فازی که بعداً واسهتون بیشتر توضیح میدم. خب مقاله درست بود، رفرنسی که بهم داد درسته. چند تا هم رفرنس بهم داده، 5 تا بهم داده. بریم بعدی هم یه چک کنیم ببینیم واقعا کار میکنین یا نه. فورومینی هم بزنید انصافا کار میده. خب این چی بود؟ مقاله Various Wastewater Treatments by Sonorocoagulation. یه حتی این مقالهش من واقعا چون دانلودش کردم خودم توی ژورنال کیموسفیر با این DOI فلان. اصلا سرچش کنم توی اینترنت ببینیم چی میاد. خب اومد ببین از آقای مرادی، اینم واقعی بود رفرنسش انصافا، یعنی فراتر از این. من به جای اینکه بخوام برم یاد بگیرم چجوری مقاله دانلود کنم فلان، میام بهش میگم خودت برو واسه مقاله پیدا کن راجع به این موضوع، هم میره تو چند سالی واسه من کارو انجام میده، هم یه سامری بهم میده، هم فلان، همین که مقالاتش هم تقریبا واقعا اگه مثلا من پارسال باز اینا رو درس میدم و با هم کار میکردیم بهمون 5 تا رفرنس میداد، چون به اینترنت هم وصل نبود میدیدی 4 تاش اشتباه، یکیش هم درسته که اونم که درسته باز یه عنوان دیگه داره، ولی خب یه جورایی مشابه همون چیزی که میگه، مثلا نویسنده‌اش اشتباه میگفت ولی متن مقاله درست میگفت. این آخری هم بزنیم صرفا واسه اینکه ببینیم 3 تا شاید یکیش غلط در بیاد. Wastewater treatment for using sonorocoagulation. حالا ببخشید من همش تصفیه پساب میزنم چون روی این زمینه‌ها حرفه‌ای‌ام.
شما تو هر رشته مثلا مهندسی نفتین، مهندسی بازرسی فنی هستین، شیمی هستین، راجع به اونا برین سرچ بکنید، برقین فلان. اینم درست بود به صورت میگم سال 2022 سستینبل واتر فلان درسته. اینم مقالمون. خب بعد مقاله رو میری دانلود میکنید. ریسرچ خدایگان بحث پیشینه تحقیق پیدا کردن کلا این چت جی پی تی و بقیه مرورگرایی که بهتون نشون میدم. خب الان سورس ها رو هم باز بهم داده، قبل از اینکه میتونم سرچ بکنم با همین میتونم بعدا عوض بکنم این کارو و اینکه بگم now summary. ببین میخوام فقط بحث فالو آپ کردن جوابی که بهم داره بهتون نشون بدم. میگم که یه خورده دیتیل رو بعد نوشتم. خب ای بابا یا خب summary of all these 5 papers. میگم که یه خورده بیشتر بهم خلاصه بده از همینا. میگه خب باشه بیا مقاله‌ای که دارم بهت گفتم رو سامریشو الان طولانی‌تر میکنه واسم، چون دارم از فورو استفاده میکنم سرعت پایین‌تر، ولی اینا که سامری بیشتری بهم داد. این مقاله داره یک ریویو میکنه از روش‌های AOP فلان که شامل سونتوکوآگولاسیون میشه فلان. بعد مقالات بعدی طول میکشه. اگه فورو مینی استفاده کنید کمتر میتونید برابر، خب چون اینترنتم ضعیف بعد دوباره ریجنریت بزنم. خب میاره دیگه، من زیاد نمیخوام خستتون کنم. یه قابلیتی که بهتون گفتم وب سرچ هم داره، بحث اینه که آقا مثلا چت جی پی تی تا پارسال هر چی میپرسیدی میگم من فقط صرفا تا سال 2021 اکتبرش میدونم، فراتر از اون راجع به اتفاقات از من نپرسید، بلد نیستم فلان، نمیدونم، هنوز تکمیل نشده داده هام. فقط یه سری دیتا رو تا سال 2021 اومده بود اوپن ای آی جمع آوری کرده بود، اونم طبیعتا میتونست از اون فقط اطلاع در بیاره. اگه میپرسید سال 2022 چی شد یا مثلا حمله 7 اکتبر فلان به این چی شد فلان، میگفت نمیدونم، چون که سال 2023 اکتبرش اتفاق افتاد، من تا 2021 بلدم. ولی الان نسخه این ناکن داره اینجا داره واسه خودش جواب در میاره. اگه اینجا سفید میشه این دارم کار میکنم جواب در میارم. خب توی وب سرچ ها حتی خودش یه سری چیزا هم بهتون پیشنهاد میده. مثلا بودا بهتون اوایل دوره گفتم بازی ایران قرقیزستان در مقدماتی جام جهانی چند شد. Searching the web. تیم ملی ایران در سال 2026 دو بار رفته با قرقیزستان بازی کرد. 5 سپتامبر 2024 بوده تو فولادشهر. ایران 1-0 برد. ملی طارمی گل زد. 19 نوامبر که میشه 2 روز پیش بازم با هم بازی کردن، 3-2 برد و طارمی گل زد. ظاهرا ساله هردانی فلان با این نتایج 16 امتیازی شد. سورسام هم ایناست، چون ایرانی پرسیدن ورزشگیری از من میپرسید، ورزشگیری آورده واسم، بقیه سایت‌ها رو آورده. ببین وب سرچ هم داره، تک تک صحبتایی هم که میکنه رو واسط داره میزنه، رفرنساش هم داره نشون میده، ورزشگیری و بقیه رو بهتون نشون میده. نکن رفرنس اولا از فورومین داری استفاده می‌کنی تو خودت الان داری. آره اوکی، من یه لحظه بیام اینم چک کنم ببینم وب سرچش کار میکنه. ایران کره شمالی چند شد. الان یه خورده چت جی پی تی هم بهتون درس دادم، میرم سراغ ابزار بعدی. اینم باز چه فورومینی بود که باز به وب سرچ متصله و چون که به وب سرچ کلا به اینترنت هم وصل شده، جوابایی که بهتون میده خیلی قابل استنادتره. خب میگم قبلا چون وصل نبود از خودش میساخت، ولی الان دیگه کامل وصله. که بازم گفت که 24 آبان با هم اینا بازی کردن، 3-2 برد و فلان، کامل درسته. اینم سورسا پس داری دیگه، همین الان با لپتاپتون کار بکنید اینا رو میبینید. این شد مدل فور. من چون که نسخه پولیش هم دارم، بذارید یه چند تا از چیزهایی که اگه رایگان استفاده کنید نیستش و اگه پریمیوم بخریدم میتونید استفاده کنید و گفتم ماهانه 190 تومن هم میتونید اینو بخریدش، با هم چکش بکنیم. یه قابلیتی که جدیدن وارد نسخه بتا هم جرم زده که چون من این نسخه رو دارم استفاده کنم، نسخه 4O with Canvas. خب که نوشته collaborate on writing and code، یعنی توی زمینه نگارش و کد نویسی، برنامه‌نویسی خیلی خوب کار میکنه. خب چه شکلیه؟ این کنواس به اینترنت وصل نیست و حالا فایل اتچمنت هم بعد باز بهتون بگم. کنواس به اینترنت وصل نیست، ولی می‌نویسم let's
بهش یه نقشی بدم حرفه‌ای‌تر واسه من بنویسه. act as a experienced researcher who published lots of نه بعداً اوکیش کنم lots of Q1 papers recently. Now give me some titles for my master thesis on the field of wastewater treatment. خب دیگه چی بپرسم؟ بخوام ادامه بدم. اینا رو فعلا درست کنم. اوکی. وقتی میخواین از کنواز هم استفاده کنین، اگه نسخه پولیش خیلی یه یوز کنواز بزنید، چون من بعضی وقتا استفاده میکردم نمیومد، ولی الان نتیجه‌ای که میبینیم خیلی وحشتناک جالبه، چون من اولین بار بود اینو میدیدم. این کنواز وقتی منتشرش کرد اوپن ای آی گفت اولین آپدیت خیلی بزرگ منه توی 2 سال اخیر. چرا؟ چون وقتی سوال میکنه اصلا یه پنجره جدید واسط میاره بالا که داخل این پنجره میتونید قشنگ تغییر بدی حتی تک تک جملات رو. خب بعد میگه قطعاً بعضی از پنجره جدید اومد بالا واسهتون، اون نسخه پولیش. یه سری از چیزایی که تایتلایی که میتونم واسه پایاناتون بگم شامل اینا میشه: اینتگریشن اف سونوئکتوکواگولاسیون. چون من ازش راجع به سونوئکتوکواگولاسیون پرسیدم تو چت قبلی، تو ذهنش موند، حتی پیشنهادی که به من داد رو همین موضوع بود، مثلا چقدر حرفه‌ای و قشنگ. و بیایم اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. ادوانس اکسید یک سری از روش‌هایی که AOP ان با سونوئکتوکواگولاسیون رو واسه اینکه آلودگی ها رو از پساب حذف بکنیم. خب روش دیگه enhanced degradation of industrial pollutants. خب از روش فنتون استفاده بکنیم که با سونوئکتوکواگولاسیون باز ترکیب شده. حالا من دیگه یه چیزی ازش پرسیدم، هی اینو با هم میچسبونه. خب چند تا 15 تا به من داد. خب که انصافاً هم خیلی عالی است. سینرژیستیک افکتس ها فلان، افکت هم‌افزایی اولتراساوند با روش الکتروشیمیایی برای حذف فلزهای سنگین از تصفیه پساب. حالا از پساب‌های صنعتی همینو می‌خوایم به من تایتل انتخاب کردین. اگه میرفتیم به استاد می‌خواستم میگم استاد جان لطفاً واسه من چند تا واسه من چند تا تایتل به من بده که من برامش کار بکنم، یا پیشنهاد میرفت هفته وقتتون رو حرام میکرد تا بالاخره تهش هم گفت خودت بعد میرفتی پیدا میکردی. جانم یه جی پی 4 روشنه. خب مثلا دانش آموز میاد جی پی 4 فعال میکنه و خود تصویر تبلتش رو مثلا جی پی 4 میبینه که مثلا مسئله ریاضی بهش یاد بده، یا اینکه اینو ندیدم، ولی نگاه کن واقعا این بحث بخوای ریاضی یاد بگیری یا تو درساتون مثلا ریاضی 1 بهتون درس داده انتگرال گیری و فلان، تو درس یاد نگرفتی از تو استاد، از حرفای استاد میای اینجا میگی آقا مثلا انتگرال گیری از صفر به من یاد بده و با من کار کنین، تمرینایی رو شروع میکنه دیگه. من ندیدم بتون صفحه نمایش که وجود نداره بخواد ببینه، خب چیز تصویر نداره، ولی مثلا تصویر میفرستی، ویدیوتو میفرستی، میگی خب این ویدیو رو واسه من تعریف کن، استاد به من چی یاد داده فلان، صدا رو ضبط کردی، صدای ضبط شده استاد رو میدی بهش، بعد اون واسه توضیح میده که این چی پرسیده. بعد حالا باز یه سری اسلاید هست من نمیخوام لو بدم، میریم جلوتر، حتی اینکه چطوری بپرسین ازش که خیلی آسان‌تر بهتون صحبت کنم، تو چیزای موارد بعدی بهتون یاد میدم. خب و اینجوری باید صحبت می‌کنین. حالا من یه خورده این کنواز رو بگم، انصافا خیلی قشنگه، ولی بعد خودتون بررسی کنین که آیا میارزه یا نمیارزه. این تو کنواز خب یه قابلیت اینجا داره ادیت کردن. مثلا تو این جواب میگی من میخوام ایموجی بهش اضافه کنم، میزنی از نو واسط همه رو میاره بالا با کلی ایموجی. خب این نبود تو نسخه رایگانش. این چقدر دیگه ما خیلی ایموجی استفاده کردیم. مثلا اینجا بعد واسه یوز لس ایموجیز پلیز ما رو کاری با ما کردیم، اینقدر ایموجی گذاشتیم. بعد دوباره از نو این دفعه ایموجی ها رو دیگه کلا حذفش کردم، گفتم کمتر بذار. خب دوباره از نو صفحه جواب تغییر نداده، فقط همون ایموجی ها رو حذف کرده. یا یه قابل داره،
حالا این فاینال پولیش میشه حالتی که دیگه من خوشم اومد از این جوابت. خب ریدینگ لول میگی که ریدینگ لولت یعنی که تو چه سطحی باشه این که من جواب بدم. در همین حالت رو میخوای حفظ بکنی یا اینکه میخوایم بریم رو حالت حالا دبیرستانی یا برم رو حالت دانشگاهی یا برم رو حالت یه دانش آموخته که دیگه فارغ التحصیل شده دانشگاه یا اصلا یه حالت دبستان بیشتر واسه چیز کنم یا اصلا در حد مهد کودک به درس بدم. خب من میام رو حالت مهد کودک. میگه sure here are some ideas using sound صدا و الکتریسیته رو با هم تجهیز کن تا بتونی آب رو چی take bad stuff چیزای بدی رو از آب حذف بکنین. چیزای بد همون آلودگی‌ها و چیزا دیگه. خب bad stuff اینجا گفته breaking down factory pollution with special chemicals and electricity. بعد حالا یه چیزی راجع به خود همین تصفیه بهتون بگم. توی تصفیه برق رو میزنی به آب، یه الکترودای توش گذاشتی، بعد اینکه شروع به کار میکنه خب شروع میکنه به حذف کردن آلودگی‌ها و این داره الان به زبون بی زبونی بهت میگه که آقا از برق و اون مواد شیمیایی که داخلش کمای مادی هم اضافه میکنیم که بتونه مواد شیمیایی حذف بکنه واسه اینکه چیزا آلودگی‌ها رو حذف بکنیم داریم استفاده میکنیم. این میشه یه تحقیقی واسه یه شخصی که تو دبستان حتی. خب این سبکی‌ها اگه بحث گفتم تو یونیورسیتی بیاری بالاتر واسه یه جوری واسط میسازه. من چون این واسم خیلی جذابه گفتم بهتون حتی یاد بدم و اینکه یه کوچولو باز جذاب‌ترش هم الان می‌کنیم. حرفه‌ای‌ترش که integration of soil into coagulation techniques for the removal of emergency فلان. خب من اینجا یه مقاله بهش میدم. یه لحظه. پایان نامه مواد خواندنی شده روی سونو عالی. میتونم فایل واسهش آپلود کنم. هم نسخه فورمینی هم هست. نسخه رایگان هم فایل آپلود کردن داره و هر دفعه هم که آپلود میکنه فکر کنم تا 30 تا سوال یا 50 تا سوال هم میذاره بپرسین ازش و اون واسهتون آنالیز کنه دیتا رو بیاره بیرون. خب بهش میگم analyze this paper and suggest your titles based on that. میگم خودت بشین مقاله رو بخون. آپلودم شد. بعد نکته جالبتر اینه که من آقا اصلا میتونم چندین مقاله واسش بذارم، مثلا 5 6 تا مقاله رو همزمان آپلود کنم بگم همه این 5 تا رو بخون که اینم بعدن یه جایی که حالا احتمالاً فردا بخوایم روش کار بکنم کاربرد داره. خب اینم بهش میدم. بعد دیگه میریم سراغ کنواز میایم بیرون. based on the comprehensive review of فلان بیا جواب دیگه بهت میدم، تایتلای دیگه بهت میدم. یه کار ریز دیگه هم بکنیم صرفا حالا از این کنواز بیایم بیرون. آها اینم بهتون یاد بدم. مثلا اینی که اینجا چیز کردی از روی این سوال پرسی میگی خب یه بار دیگه can you rewrite this. بهش گفتم یه بار دیگه واسه من بنویسی این قسمت پاراگراف. خوشم نیومد فقط اینو تغییر داد برام. این کنواز بود چقدر عالی. بعد از روی این قسمت میگی مثلا واسه من بیشتر توضیح بده فلان. حالا این سوالا میپرسم از کنواز میام بیرون. اوکی بیایم اینجا. Let's write a literature review. حالا درسته من شما ندارین نسخه رایگانه ولی همون فورمینی اگه رو تایتلی که بهتون داده خب یک کلیک بکنید یه دونه عکس مدادی چیزی میاد بالا، همون مداده رو عین این بکشین روش، تایتل انتخاب کنید، بعد سوال منو پایینش بپرسید. خب حالا این فقط یه خورده از نظر گرافیکی فرق کرده. Based on this title use that has been in the past. ببین دست خود شکستن باشه انگلیسی صحبت کنیم متوجه میشه که چی داریم میگیم. من حتی عوض نمی‌کنم همه اشتباهاتی کرده باشم. خب تغییرش نداره بذار اینو که عوض می‌کنم فقط واسه اینه. خب حالا از اینجا بعد میپرسیدم
مثلا میگفتم لیترچر ریویو واسم بنویسه، بعد لیترچر ریویو که بنویسه مثلا میاد مثلا دوباره خب رفتش، نه اینش این من یه کپی کنم بدم به این این کاری که اون دوستمون که داره واسط کار انجام میده خب شاید بیاد انجام بده اینه که شروع میکنه لیترچر ریویو بیس آن تایتل تو یوز آنلی پیپرز. خب آها من چون اون چیزا رو بهش دادم، فایل رو بهش دادم، داره از روی اون واسه من شروع میکنه به نگارش. خب یه لیترچر ریویو نوشته و واسه من حتی چیزا رو هم گذاشته، خب رفرنس ها که این صحبت رو من از کدوم مقاله در آوردم. لیترچر ریویو برای این هم مورد دوم است که بهت گفتم. خب لیترچر ریویو فلان recent advancement in sonotocoagulation has demanded significant promise. اون پیشرفت‌هایی که توی زمینه SEC و سونوتوکاگولاسیون بوده خیلی باعث شده که پارامترهای عملیاتی خیلی زیادتری رو بتونیم حذف بکنیم. این از مقاله اینجا استخراجش کردم فلان، بعد باز دوباره چندین نوع نوشته. الان من از همینجا نه بذارید اینو بزنم. این نسخه adjust links هم داره که میتونیم طولانی تر هم واسط بنویسه یا کوتاه‌تر بنویسه. من میگم آقا دیگه تا جایی که میتونید طولانی واسه من بنویس. خب این جوابی که کلا اینقدر بود تا اینترنت بیاد. من میگم سعی کنید لپتاپ بیارید از فردا واسه اینه که تا این بخواد لود بشه شما هم یه چند تا چیز بنویسیم، خستتون نشه که من هی دارم می‌نویسم فقط نگاه میکنید. آپلود سرعت خیلی ضعیفه متاسفانه. حالا ولش کنیم، میایم از اینجا بیرون برگردیم سر این قضیه. رو حالت معمولی که داریدش نکن اینجا اینو که میزنی یه نقل قول میاد، این نقل قول ریپلای کردنه که من از این کلا خارج میشم، میام روی چت دیگه گفتم رفرنس ها رو بهم بگو، اینو میزنم اینجا ریپلایش رو، اینم مدلش رو میام رو فورم مینی که دیگه با نسخه رایگان کار کنیم. گوش جدا خب اینو یکی اشتباهاتش بوده لابد. گیو مولتی سامری آره پس این 2016 هم داده، مثلا اینجا یه قاط زد، توهم زد به قول معروف. میخوام فالو آپ کوئسچن بکنم از روی مقاله پنجمی که بهم داده بود ریپلای زدم. پنجمی بود چندمی بود بهم داده؟ آره گفتم suggest more papers like this one. یعنی توی قسمت ظاهرا پارت میشد لوله سازی این چیزا درسته دیگه. آره based like this paper. خب میگن که پیپرهای بیشتری بر اساس این به من بگو، فقط یه تیکه جوابش رو ریپلای زدم. بعد میگه خب واسه اینکه میخوای بیشتر روی اپلیکیشن این تو زمینه همون پالپ و اینا کار بکنی، تو صنعت پالپ کار بکنی، بیا چند تا مقاله دیگه پیش مثلا 2017 که باز بررسی کنین احتمالاً درسته چون لینک اش به انگلیسش رو گذاشته. اینم مقاله سوم، چهارم، پنجم. خب پس اینم شد. این یه دونه فقط اووان پریویو هم بهتون بگم نکن، از همین الان اووان مینی رو گذاشته، یعنی احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه نسخه اووان مینی هم واسهتون به صورت رایگان منتشر میشه. داخلش نوشته از استدلال خیلی پیچیده‌تری استفاده میکنه. حقیقتا هم باز بخوام بگم زیاد فرقی با اون فورو نداره، ولی خب حالا خودشون میگن شبیه انسان رفتار میکنه و این چیزا. بهش میگم بچه یه مطلبی اگه به ذهنتون میرسه میخوام بگم یه موضوع رو واسم توضیح بده. خب چی به ذهنتون میرسه؟ بزن. خب عکس و فیلم الان بهتون میگم. باشه teach me about the AOPs. خب داره فکر میکنم thinking شد. خب بذارید یه خورده بررسی کنم، احتمالاتشون رو دسته‌بندی کنم، سعی کنم از اون هنری که میتونم پرابلم سولوینگ استفاده کنم و حالا جهت‌دهی کنم واسه شونو. یه 15 ثانیه 20 ثانیه فکر میکنه تو نسخه اووان،
ولی خب جوابی که بهتون میده خیلی به جوابای انسان ها نزدیکتره تا اون حالت ماشینی که توی فور و مینی و فور و قبلیا بوده. یه 20 ثانیه بعد صبر کنیم. ببین ایمیج ساختنش چون من یه خورده وی پی ان هم ضعیفه طول میکشه، یا مثلا ایمیج رو میسازه بعد 10 دفعه من ریفرش کنم فلان بکنم تا بالاخره تصویر رو ببینم. هنوز داره فکر میکنه. حالا من با 4O زده بودم، 4O مینی زده بودم، تو بلافاصله میاره واسه تو سری آورد. داره این داره فکر میکنه. بعد طبیعتا اون اووانش واسه چیزای خوبه که تو بخوای یه برنامه‌ای بنویسی، برنامه چی؟ خب رندومه، هر دفعه که یه جا بهت میده اگه دوباره همونو کلیک بکنی یه چیزی دیگه بهت میده. خب بعد منحصر به فردش هم آره، یعنی اینجوری است که تو الان اینو کپی کنی تو اینتل بزنی بعد بگی از فلان جا آورده کپی پیست 100% کرده، اصلا نمیتونست خودش کامل پرافریز میکنه. هنوز داره فکر میکنه که فعلا تا فکر بکنه ما میریم سراغ کارا دیگه. برم رو اکسپلور جی پی تیز بحث پلاگینا رو یه کوچولو دیگه بیشتر بهتون نشون بدم. خیلی پلاگینا زیادی داره اینجا. خب و اینترنت ما هم که متاسفانه داغونه. خب جی پی تی دسته‌بندی میشن و اینجا میتونید سرچ هم بکنید. مثلا من میخوام سرچ کنم، من بذارید اول بهتون لیستش رو نشون بدم. به این کانشسنس یه همچین چیزی چی بهش میگن، کانسینوس، نمیدونم چجوری تلفظ میشه. خب این هم واسه همین ریسرچ هاست، یکی از ابزارهایی که به درد نمیخوره تا بری توی حجم عظیمی از مقالات سرچ بکنی، سوالات بپرسی، مقاله پیدا بکنی، رفرنس پیدا کنی، این چیزا. خب یکی از ابزارهاست. حالا ما فعلا بیایم پایین. ترنداش الان اینان، ایمیج جنریتور الان ترند ترین پلاگینیه که داخل چت جی پی تی هست. مثلا رایت فور می یکی از پلاگیناست که میاد واسهتون داستانای خلاق‌آمیز و کاملا مثلا کتاب داستان اینا میسازه واسهتون، داستان بهتون واسهتون تعریف میکنه. اسکولار جی پی تی جان، اسکولار جی پی تی چیه؟ یه وبسایت خیلی معروفیه که بیشتر از 200 میلیون مقاله داخلشه. حالا بعدا میایم چکش میکنیم. خب توی تمام ریسرچ هم تو قسمت دسته‌بندی ریسرچ هم رتبه اول داره، 4 دادم گرفته، 5 میلیون نفر ازش استفاده کردن. و واسهتون کلا کار اسکولار جی پی تی اینه که میره مقالات رو از داخل دیتابیسی که خودش داره در میاره. خب بعد فکر کنم وبسایتش هم هست اسکولار جی پی تی. خیلی از اینا که وبسایت دارن میان همینجا جی پی تی شون رو میسازن که تو بتونی استفاده کنی، مخصوصا تو قسمتی که میخوام پاورپوینت بسازم یا حالا یه چیزای گرافیکی بسازم، میاد پلاگینش رو میگه استفاده کن، قابلیتام بهت میدم، اگه میخواید دانلودش بکنید بعد بیاید تو وبسایت خودم. بعد که میری تو وبسایتش میگه بعد اکانت داشته باشی، نسخه پرو، این چیزا، اینا هم تازه ایجاد شدن. خب دیگه یه جوری تبلیغ میکنن سایت خودشونو. دال ای خب همون اینش با جی پی تی، چت جی پی تی، یعنی خود چت جی پی تی، خود اوپن ای آی اینو ساخته. دال ای همون برنامه‌ای که ایمیج میسازه واسط. بعد دیتا آنالیز داره، بعد حالا کریتیو رایتینگ داره، فلان داره. تو قسمت رایتینگ ها این همه انواع اقسام پلاگین‌های مختلف، سی وی رایتر واسهتون رزومه میسازه. بعد تو نسخه رایگان میام چک بکنین اینا هستن و واقعا خوب کار میدن. کاور لتر واسهتون ایجاد میکنه. تو قسمت تولید محتوا سایت کنوا، شنین کنوا برنامه‌ش هم هست واسهتون ایمیج میسازه. خودش هم اینجا داره که ماشاءالله خیلی رتبه بدی بهش دادن، 3 بهش دادن، با اینکه چیز هم هست نمره شده 3. ریتینگاش هم میتونید اینجا ببینید. بعد حتی واسه اینکه اون چتتون رو شروع بکنید چند تا کانورسیشن هم بهتون پیشنهاد داده. من چون بعد سریع بیام فعلا روز اوله ریسرچ ها، اسکولار جی پی تی، تمام اینا واسه قسمت ریسرچ خیلی خوبن. مثلا سای اسپیس یکی از ابزارها خیلی خوبه. ویدیو سامرایز، یوتیوب ویدیوشو لینک رو بهش بدین واسهتون سامرایز میکنه. خب هر لینکی که باشه نمیخواد. ولفرام واسه بچه‌ها مثلا یه انتگرالی بخواید حل بکنید، یه برنامه خیلی معروفه تو بازار و تو پلی استور هم هست، مسائل ریاضی واسهتون حل میکنه. خب اسکولار ای آی مثل همون اسکولار جی پی تی، کلا هر چی اسکولار دیدین یعنی تو بحث ریسرچ ها و ایناست. یه دیتابیسی از مقالات داره، سوال که میپرسه از اون دیتابیس در میاره. خب این از این. بعد قسمت مارکتینگ پی دی اف ریدر هم بهش پی دی اف میدی واسه قشنگ چکش میکنه، میخونه، محتویات رو از واسه استخراج میکنه. از کیور پی دی اف دیگه از اسمش مشخصه، از کیور پی دی اف ریسرچ اسیستنت، یعنی دستیار پژوهشی که از مقالات و اینا سوالاتی که بپرسی در میاره، قشنگ جواب رو بهت میده. خب تو قسمت ادویکیشن کد تیوتر داره، یعنی واسه اینکه برنامه‌نویسی بکنی همراهت فلان، تیوتر وازمی فلان. لایف استایلا رو اگه بحث حقوقی اگه بخواید کار بکنید، مت سولور، ریاضی حل کردن. لایف استایل اگه مثلا بخواید کار بکنید، بری مثلا برنامه‌نویسی، بری خدایا
جیم مثلا بخوای بری و چی بهش میگفتن خدا، ورزش و اینا، با یادم رفت کلمش. آره باشگاه اگه بخوای بری، خب واسه برنامه تمرین ورزشی واسه می‌نویسه، پروگرامینگ، برنامه‌نویسی، و هر کدومش هم با سیمور بزن کلی میاد. بعد مخصوصا چینی‌ها خیلی خوب دارن فعالیت میکنن تو جی پی تیز، با وجود اینکه بنن ولی باز دارن کلی فعالیت میکنن. بعد ابسترکت رایتر داریم، میخوای ابسترکت پلاگین داشته باشی، اگه اینجا پیداش نکردی اور سرچش کن ابسترکت. خب میخوام یه پلاگین داشته باشم فقط ابسترکت مثلا بنویسه، اون چکیده یا خلاصه مقاله‌ای که دارم نیومد. یه لیتریچر بنویسم ببینم چی میاره برام. یه بار دیگه. خب نه اومد لیتریچر ریویو. 50,000 نفر دارن از این استفاده میکنن. بعد مشخص چینی هم ساختنش، وب سرچ اینا داره، استارت چت میزنم واسه خودم 4 دادم امتیازه. دوباره شروع میکنم. اگه میخوای واسه من یه لیتریچر بنویس که این قابلیت ها رو داشته باشه، طبیعتاً جوابی که این میده باز تو سبک خودشه، با دیتابیس هایی که خودش داره. اگه برم توی پلاگین دیگه اصلا با چت جی پی تی معمولی استفاده کنم، اگه از نسخه حالا چت جی پی تی استفاده کنم، یه جواب جنرال تری بهم بده. خب ولی با این خیلی تخصصی تر رو بهم جواب میده. و از این پلاگینا تا جایی که میتونید استفاده بکنید. همش هست. باور شاید نشه تا همین 2-3 ماه پیش نبودن اینا و پول میدادی، ولی الان دیگه مجبور شده پول بدون پول رایگان داری. من نسخه فورمینی زده بودم. خب و خودش دیگه پلاگین تشخیص میده که الان من از فورو استفاده کنم یا فورو مینی. خب دیگه بر اساس چیزی که داری مدلاشو میاره بالاتر. پس این شد از یه کرییت. داشتم مینوشتم اینا. آقا من میخوام فیل ها اباوت، نمیدونم چرا رفت تو ذهنم اش فیل ها رفته. فیلم اینسپشن دیدم. فنس in the sky why reading چی بنویسم؟ holiday physics so پش اینقدر یعنی با شروع اشتیاق دارن کتاب فیزیک میخونن که دارن گریه میکنن. and آره همین the sky واسه بودم برنامه کنم چی واسه میاره. او راستی من تو اووان پریویو بودم، یه لحظه بچه میام تو قسمت همین فور اومینی. خب اسم سریع واسم جواب بود. نه نیم اینجا یه یوز دالی هم می نویسم. شروع کرد به ساخت تصویر واسم. امیدوارم سریع بیاد تصویرش بالا، چون میسازه بعد نشونم نمیده. خب واقعا ساخت بالا نمیاد، ولی از همینجا که نگاهش بکنید داره فیزیکس هالیدی فیزیکس بوک هم حتی نوشته، داره اشکش هم در اومده، بقیه‌شون هم دارن چون نمیتونم پرواز کنم بالون بهشون وصل کرده و خیلی جالب. بعد یه چیزی ما تو مقالات داریم به اسم گرافیکال ابسترکت. مثلا بخواید مقاله چاپ بکنید، ابسترکت رو چکیده رو به صورت تصویری هم نشونه کسایی که مقاله رو میخوان تو همون صفحه اول میذارین. خب این حتی میتونید گرافیکال ابسترکت هم باش بسازین. یه چیزی حالا تخصصی بعدن آقای عمارزاده خیلی بیشتر واسهتون صحبت میکنه، ولی ایناش بعد گفتم یاد بگیریم وقتی یه صحبتی باش میکنین شروع کنین صحبت باش ادامه بدین. مثلا بهش بگین خوشم نیومد که بالون دستشونه، سعی کنین یه پر فلان واسش فرشته واسش داره پرواز اینجوری میکنه، مثلا اشکشو بیشتر در بیار، فرض کن اشک داره ریخته این بارون داره میریزه رو سر آدما. خب این کارا هی واسهتون تصویر رو کاملتر میکنه، هی واسهتون بیشتر میسازه. اینم بحث ایمیج جنریشنش بود. آقا این چت جی پی تی بود دیگه. از این خارج میشیم تا فردا که بیایم بهش برگردیم. برم سریعتر، من میخوام خیلی بهتون معرفی کنم، مجبوریم توی اینم بهتون بگم بعضی از کارهای جذابی که LLM ها میتونن بکنن. از سایت سایدر اینو در آوردم که اونم یه اپلیکیشن سایدر، من معرفیش نمیکنم SIDER، ولی نوشته این از سایت اون در آوردم. توی چت ها، توی ریدینگ ها مثل دیکشنری
هوش مصنوعی استفاده می‌کنی باش کار کنی، دیکشنری بذاری جلوش بگی این کلمه رو واسه من توضیح بده، پرونانسیشنشو بگو. ترنسلیتر چت پی دی اف با پی دی اف چت می‌کنی. ایمیج ترنسلیتر OCR مثلا یه تصویری از یه تیکه از یه کتابی رو چیز کردی، OCR اینجوریه که اون تصویره رو تبدیل میکنه به متنی که میتونی کپی پیستش بکنی، یعنی اسکن کردی با گوشیت بعد نمیتونی کپیش کنی، اینو میذاری به OCR بهش میدی سریع واسه درش میاره. خب پی دی اف ترنسلیتر، یوتیوب سامرایزر تو قسمت رایتینگ مثلا آرتیکل واسه پیپر مینویسه، مقاله مینویسه، گرامر چکر میشه، چک کردن گرامر و این چیزا که بهتون گفتم. ایمیجر هم که ایناست، ویدیو واسهتون شورتر میکنه یعنی کوتاه‌ترش میکنه، تکست تو ایمیج هم داره. این یه سری از کارهای جزایی بودن که این LLM ها یا همون لارج لنگویج مدل ها یا همون مدل های زبانی خیلی بزرگ واسهتون میتونن انجام بدن.